به نام خدای بزرگ و مهربون. زهرا اکبری هستم، آموزگار پایه 5. امروز میخوایم با هم دیگه درس شیرین ریاضی رو یاد بگیریم. فصل اول از کتاب ریاضیتون، فصل عدد نویسی و الگوها. صفحه اول از کتاب ریاضی شما که مربوط به فصل اول شماست 2 تصویر به شما نشون داده. توی تصویر بزرگتر شما چی میبینید بچه ها؟ خب یه ستاره میبینید، یه سیاره میبینید. خب این شکل کلی چه چیزیه؟ یه خورده فکر کنید. حتما تو کتاب علوم پارسالتون با این شکل مواجه شدید. خب این شکل یک کهکشانه. به نظر شما تو قسمتی از این کهکشان که با رنگ زرد مشخص کرده چند تا ستاره وجود داره بچه ها؟ یه خورده فکر کنید. 1000 تا، 10,000 تا، 100,000 تا، اصلاً 200 میلیون، نمیدونم، شایدم بیشتر، نه؟ بچه ها دانشمندان معتقدن که فقط تو کهکشان راه شیری حدود 400 میلیارد ستاره وجود داره بچه ها. 400 میلیارد، از میلیون هم بیشتر. جالبه بدونید که تعداد سلول های بدن یک انسان چند برابر تعداد ستاره هاست. خب به این تصویر کوچیک بالا سمت چپ نگاه کنید. در حال حاضر بیش از 7 میلیارد نفر تو کره زمین زندگی میکنن. میدونستید که سن تقریبی کره زمین که ما روش داریم زندگی میکنیم به صورت تقریبی 4 میلیارد و 500 میلیون ساله؟ خب همونطور که متوجه شدید ما تو زندگیمون همونطوری که با عددهای کوچیک سر و کار داریم با عددهای بزرگ هم سر و کار داریم. توی این فصل قراره با عددهای بزرگ هم آشنا بشیم، با الگوهای مختلف آشنا بشیم، با اعداد مرکب آشنا بشیم و کلی چیزای خوب یاد بگیریم. بچه ها بیایید اول با هم دیگه تفاوت عدد و رقم رو مشخص کنیم. تفاوت رقم و عدد مثل کلمه و حرفه. باید بین رقم و عدد تفاوت بذاریم. همون جوری که ما حرف ها رو کنار هم قرار میدیم و کلمه میسازیم، رقم ها رو هم کنار هم قرار میدیم و عدد درست میکنیم. شما رقم ها رو میشناسید، رقم های 0 تا 9. مثلا عدد 157 از رقم های 1، 5 و 7 درست شده. عدد 1308 از رقم های 1، 3، 0 و 8 ساخته شده. یه چیز جالب بچه ها، بعضی وقتا عدد و رقم میتونه یکی باشه. مثلا رقم های 0 تا 9 هم رقم میتونیم بهشون بگیم، هم بهشون میگیم عدد. بچه ها شما فکر میکنید تو الفبای فارسی حرفی هم هست که کلمه باشه؟ یه خورده فکر کنید در موردش. آخر این ویدیو متوجه میشیم که تو الفبای فارسی حرفی هست که کلمه باشه یا نه. شما همینجوری خوب بهش فکر کنید، یه خورده بهش فکر کنید. یادآوری ارزش مکانی اعداد. پدر بزرگ با وجود عینک نمیتوانست پیام‌های گوشی‌اش را بخواند و از سعید خواست تا پیامکی که برایش آمده را بخواند. سعید پیامک را خواند و بعد به پدر بزرگ گفت: پدر بزرگ، پول برق خانه‌تان به صورت پیامک برایتان ارسال شده است. پدر بزرگ گفت: چقدر آمده؟ سعید با دقت عدد را مشاهده کرد و سعی کرد عدد را بخواند. بچه‌ها عددی که توی اون پیامک اومده بود عددیه که اینجا نوشته شده. سعید میخواد این عدد رو بخونه. باید چی کار کنه بچه‌ها؟ شما میتونید عدد رو بخونید ببینم. تو ذهنتون بخونید عدد رو. حالا بریم ببینیم سعید باید چطور این عدد رو بخونه. سعید یه جدول ارزش مکانی رسم کرد و عدد رو در جدول قرار داد و بعد شروع کرد از سمت راست 3 رقم عددها رو جدا کرد و بعد از سمت چپ عددها رو بر اساس مرتبه‌ای که در اون قرار گرفتند خوند. خب سعید پیش خودش گفت 2 در 1 میلیونه، پس میشه 2 میلیون و 4 در 100 هزار میشه 400 هزار، پس 3 هم در 10 هزاره، 5 هم در 1 هزار، پس میشه 2 میلیون و 435 هزار
ریال. خب اگر سعید بخواد این مبلغ رو به تومان تبدیل کنه، بچه ها باید چیکار کنه؟ آفرین به شما، 1 0 رو کم میکنه و دوباره از سمت راست رقم سه رقم جدا میکنه و از سمت چپ میخونه. میشه 243,500 تومان که من اینجا هم به حروف هم به رقم براتون نوشتم بچه ها. بعد از اینکه سعید هزینه مصرف برق دوره رو به پدر بزرگ گفت، پدر بزرگ از سعید خواست تا از بین اسکناس هایی که توی کیف پولش داره مبلغ برق رو جدا کنه. سعید اول 2 تا چک پول 100,000 تومانی گذاشت، 4 تا 10,000 تومانی گذاشت، 1,000 تومانی، 2,000 تومانی گذاشت و یه اسکناس 500 تومانی گذاشت. خب چرا سعید 2 تا چک پول 100,000 تومانی گذاشت؟ چون 2 تا 100,000 تومان میشه 200,000 تومان یا 2 میلیون ریال. 4 تا هم 10,000 تومانی گذاشت که میشه 40,000 تومان یا 400,000 ریال. پدر بزرگ 3,000 تومانی نداشت، پس سعید تصمیم گرفت یه دونه 1,000 تومانی و یه 2,000 تومانی بذاره که بشه 3,000 تومانی یا 30,000 ریال و بعدش هم یه دونه اسکناس 500 تومانی گذاشت که جمعاً همه اسکناس هایی که گذاشت شد 2,435,000 ریال یا 243,500 تومان. بچه ها یادتونه توی این صفحه‌ای که داشتم براتون توضیح میدادم یه سوال پرسیدم که بعضی وقتها یک عدد میتونه رقم هم باشه. بعد ازتون سوال پرسیدم آیا تو الفبای فارسی هم حرفی داریم که کلمه باشه؟ قرار بود الان آخر این ویدیو بهتون جواب بدم. بله بچه ها، نشانه او هم حرف هم کلمه بچه ها. خب بچه ها، زمانی که ما یک عدد رو در جدول ارزش مکانی قرار میدیم هر رقم ارزش داره. مثلا 5 در صدگام میلیونه میشه 5 تا 100 میلیون تایی میشه 500 میلیون. 4 تا 10 میلیون تایی میشه 40 میلیون. یه دونه 1 میلیونی میشه 1 میلیون. 9 تا 100,000 تایی 900,000. 8 تا 10,000 تایی 80,000. 2 تا 1,000 تایی 2,000. 6 تا 100 تایی میشه 600 تا، 3 تا 10 تایی میشه 30 تا و 2 تا یکی هم میشه بچه ها 2 تا. پس اگر ما بخوایم یک عدد رو گسترده هم بکنیم میایم ارزش هر رقم رو با توجه به جایگاهش می نویسیم و اون عدد رو به صورت گسترده می نویسیم همونطوری که شما سال گذشته یاد گرفته بودید.